салом бинандаҳои азиз. Мусиқии суннатии мардуми тоҷик таърихи бою рангин дошта, решаҳои он ба умқи қарнҳо мерасад ва ҳоло ҳам бошад ривоҷу равнақ ёфта истодааст. воқеан суруде ки матнаш пурмуҳтаво ва шуху ҷазоб аст, рӯҳро тақвият дода инсонро дар роҳияи меҳанпарастӣ тарбият мекунад. дар ҳар барнома мо чеҳраҳои навро даъват намуда пиромони олами мусиқӣ ва ҳамчунин аз комёбии он ҳарф мезанем. индам меҳмони барномаи мо сарояндаи маҳбуб ва шӯҳратманди кишвар ки иҷроишаш касбист, Сироҷиддин Фозилов мебошад ки ин лаҳза меҳмони барномаи мо ҳастанд. шуморо нахуст ба студияи барномаи Набзи Наво хайрамақдам мегӯем. ташаккур. хушбахт аз он ҳастам ки имрӯз тамошобин шинавандаи худро дар байни мардум каме ҳам бошад пайдо кардем. шукронаи амуро ба ҷо мебиёрем ки мардуми мо метавонанд ки имрӯз дарки мусиқӣ кунанд, мусиқии тоҷикӣ. хушбахтона имрӯз бибинед ки чӣ қадар ҷавонҳову хонандаҳои тоҷик рӯи саҳна омаданд ва метавонанд ки дили мардума каме ҳам бошад ба зиндагӣ бо гармтар кунанд. ва чӣ хеле ки дида истодем шумо дар ин лаҳза дар ин шоми гуворо бо яке аз созҳои мусиқӣ меҳмони барномаи мо шудед. хуб аст ки баҳри мухлисони хеш ва баҳри мухлисони сершумори барномаи Набзи Наво як суруде замзама кунед, сипас иртиботамонро бо шумо идома медиҳем, ҳарф мезанем пиромӯзи санъату ҳунар. ташаккур. албатта иҷро мекунем. منجیم کوکبی بختی مرا از برج بیرون کن. منجیم کوکبی بختی مرا از برج بیرون کن. که من کم طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزم. که من کم طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزم. حسرت جاودانی من با تو ترانه می شود. آتش باغ من مشو، داغ زمان می شود. آتش باغ من مشو، داغ زمان می شود. داغ زمان می شود. از آتشی حسرتم، از
از آتشی حسرت دلم میمیرد تو میروی و آب و گلم میمیرد به نور مقدسی نگاهت امشب آهسته چراغ منزلم میرد حسرت جاودانی من با تو ترانه می شود آتشی باغ من مشو داغ زمان می شود داغ زمان می شود بسیار هم خوب. ایثار سپاس میکنیم برای زمزمه یک سرود در آغاز برنامه. بسیار هم یک سرود پرمحتوا. میخواستم بفهمم که سیراج‌الدین فاضلوف هنر را چگونه تصویر میکرده باشد و تأثیراتش در دایره هنر و هنرمندی چگونه است؟ راست دیگه وقتی که یک شعر ما میگیریم اول مطالعه میکنیم شاعر چی میخواه ما باید اول و مقصد شاعر رو بفهمیم که وای با کدام مقصد همین شعر ایجاد کرد برای چی اول باید شعر رو درک کنیم هر یک شعر یک وزن داره من بسیار وقت با شاعرها همکاری میکنم با استاد محمد غایب هم خیلی همکاری دارم با دوستی عزیزم هارون راغون بسیار یک شاعر بهترین است ولی همین شعری که من اجرا کردم شعر هارون است بله. من زیادتر با همون کس همکاری دارم وقتی که من با یک قصه همون چیزی که من میخواهم مقصد من میفهمونم وای موافق همین مقصدی من در همون ضرب شعر می‌نویسم بسیار خوب میشه ده آسان مثال برای من هم موسیقی دسترس میشه که من تز موسیقی ایجاد میکنم بعضا وقت میشه که من موسیقی رو ایجاد میکنم و در درون موسیقی بعد جستجو میکنم شعر همین وزن ده و در بعضی حالت‌ها شما هدفتون رو میگه و موافقی همون مقصد شما شعر ایجاد میکنم همینطور البته من زیادتر شعرها من خیلی ایجاد میکنم همین شعری وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمام خاطرات جامعه غم دوختم من وقتی مقصد ما فهمیدم شاعر ده وای همیشه را نویسم برای من بله این شعر برای برادرم بود یا اینکه برای وطن مثال شعر در وصف وطن میخوام بخونم امروزه آبادی و اینقدر پیشرفتی دولت وطنی ما را ببینه که چقدر زیبا حتی خور و خسی همین وطنی ما زیباه باور کنید شما با هم خودش یک زیبایی داره امروز ببینه که یک گلگشتایی هسته که آدم حلاوت میبره برای این استاد طالب آذرخش وقتی که من گفتم استاد ما میخوام که همه پیشرفت امروزه وطن ما تصویر کنیم من همین را آهنگ بسازم بگذار بگذشته ها را بشناس این لحظه ها را به نشاط دم آشنایی بنشین به تخت شادی مگر به ناامیدی به صفای دم آشنایی زندگی غیر تمنای خوشت رنگ ندارد مثل آهنگ دلت در سینه آهنگ ندارد همین استاد طالب آذرخش همین شعر بسیار میشد که همین لحظه یک به طور زنده زمزمه کنید البته خوب مرحبا بگذر بگذشته ها را بشناس این لحظه ها را به نشاط دم آشنایی بنشین به تخت شادی مگر او به نامرادی به صفای دم یک هم صدایی زندگی غیری تمنای خوشت رنگ ندارد مثل آهنگی دلت در سینه آهنگ ندارد بسیار خوب و تا جایی که میدونیم شما در موضوعهای مختلف سرود زمزمه کردید و حالا هم یعنی که در جستجو هستید و حالا هم زمزمه میکنید و میخواستم فهمم که در کدوم از این موضوعها یعنی که آهنگ بستن و یعنی که زمزمه کردن برایتون دشوار است؟ در موضوع وطن هیچ وقت دشواری نیست خب. اگر حس ملی در وجود هر یک خواننده یک آوازخوان باشه اگر امروز باور کنه همه سبوک برای وطن ایجاد کردن ببینه که هر یک زیبایی را میبینه خودش همون
همون لحظه طرف پیدا میکنه همون تو چی میخواهی وصفی وطن زیباییش میخواهی آبادیش میخواهی موضوعهای تاریخیش پیشرفت و چیزی که برای تو همه. معقوله امروز ببینه که چقدر موضوع تاریخی را آباد و زیبا کردیم برای ما پیشکش کردن. حتی همون بعضا وقتایی میشه که مثل همون شاعران میتونیم ما یک چی ایجاد کنیم بخمون. بله. بعضا وقت همین خیلی حالت هم میغلطم. و دیگر موضوع ها چی؟ موضوع مادر در بسیار برای من مفیده ایجاد کردن. موضوع پدرم هم خیلی دوستی و رفاقت باور کنه برای من یگون مشکلی نداره یگون. یعنی شما در همه موضوع ها که قابلیت اجرای سرود را داره. خیلی خوب. انتخاب متن والا، اجرای صمیمی و درک موسیقی و یا پیوسته مشق آواز، کدام از این عامل های نامبر شده آوازخوان را زود صاحب نام میگرداند میان مردم؟ پیش از اون که شخص مقصد خود را در پیش میگذارد میخواهد به یکم نقطه معین زندگی نائل گردد. مثلا من از خردسالی آرزو میکردم که آوازخوان شوم. پیش از آوازخوان شدن اول من یک ایدئال خود انتخاب کردم. شادروان کرامت الله قربان، احمد ظاهر. ما از خردسالی با همین ها پیروی کردگیم، از همین ها آموختگیم و خیال میکنم که همین تاثیر همون آوازخوان ها بود، تاثیر همون هنر والای همون ها بود که امروز در انتخاب متن هم کمی باشد درک معنی میکنیم و برای ایجاد کردن موسیقی نیز حرکت میکنیم که یک موسیقی بلند باشد، موسیقی که تربیت کند امروز جوانان. من در موسیقی هم بسیارتر حرکت میکنم که سازهای قدیمه ملی خودمان به مانند ساز، دوتار، تنبور، نای، همین چیزا رو من بسیارتر وارد میکنم در موسیقی. چون که ما اگر چقدر که حرکت نکنیم هیچ وقت ما به مانند اروپا مثال مردم ما هم نمیفهمد اروپایی موسیقی را. بله بله. برای همین وقتی که ما همین یک ناخون تنبور یک ناخون میزند یک سوز نوای خودش پیشنهاد میکنه در همون موسیقی، علاقه ببینید که همون یک با مانند چخلی که امروز پیراهن ملی ما کرته اطلس چکن که در بسیار موفق شد مشهور شد. من بخبر هستم از خلقیم از کم شش مقامم، لیکن امروز ما که از خردسالی همین موسیقی پاپ در دست زدیم حرکت میکنیم که در همین درون موسیقی ما اسباب‌های ملی ما صدا بیاد و خوشبختانه در چند موسیقی ما علاقه آواز تنبور، صدای تنبور هست، ستا هست، نای هست، سازی بدخشی هست. خلاصه که تمام اسباب‌ها رو ما استفاده میکنم. بالای این برای موفق گردیدن چخیلی که شما گفتید برای آوازخوان چی پای در پای لازم است که او آوازخوان موفق گردد. آوازخوانه که اگر هر روز یک بار تمرین نکند اما آواز خودش اگر یک موسیقی قطعی تابش نتید فکر میکنم که همون صحنه برآمدن به یکون معنی. بله. ببینه که همون پهلوانی که مثال گوشتینگیر هسته اگر همون گوشتینگیر پیوسته تمرین نکنه همون برآمد پیش ای میدان برآمدن علاقه وقت چه بای میتونه. بله بله. آوازخوان هم همین خیلی آوازخوان هم وقتی که صحنه میبره پیش ای صحنه برآمدن باید وای همون گزارش آواز در اون پایه خودش بمونه. خیلی خوب. همین محبت شما به صنعت هنر، همین ذوق به پایان، همین کوشش و تلاش ها و همین استفاده صدای سازهای ملی در آهنگ ها است که امروز در خارج مملکت روزهای فرهنگی برگزار می‌گردد و چند از خارجیان حتی از آهنگ های ما تاجیکان از هنرمندای ما پیوسته استفاده می‌برند و این البته باعث خوشحالی شما هنرمندان است. ما به شما تشکر میگم. سرودهای سر شما را اجرا کردید، مثلا در موضوع وطن چخیلی که در پیش گفتید، از پیشروی این میهن، از محبت به پایان مادر و چند دیگر و میخواستم بفهمم که هدف از زمزمه سرود در این گونه موضوع ها در چی است؟ به خاطر تربیت نسل نورس، نسل آینده که 20 سال مقدم وقتی که ما اجرا میکردیم سرود
یاد دارم سالهای 1991 وقتی که من در دانشکده هنرهای زیبای به نام میرزا ترسانزاده داخل شدم. خوشبختانه همون سال ذکریالله حکیموف، منیژه دولت و بهرام غفوری، صدرالدین نجمیدین همون سال به یک بسیار محبت صمیمی به یک ایجادیات بهترین خودشان توانستند که به دل مردم راه یابند. بله. یعنی که مردم به طرف خودشون کشیدن. مردم قسم زیادی مردم همون شب و روز، ما نمیگیم که موسیقی ایران یا که افغان یا که دیگهش گندنه، ما این مقصد ما این از این گفته های این نیست. یعنی که در قطار همون موسیقی ها اینها توانستند که مردم ما را کمی هم باشد به موسیقی تاجیکی توجهشون رو زیاد کنند. این خوشبختی ما است. بسیار خوب. چخیلی که شما از سالهای پیش حرف زدید و سالهای پیش شما یکی سرودهای دویت بیشتر میخوندید با هنرمندان موفق و حالا هم در نقشه هست. سری خواندن سرودهای یکجایی یعنی دویت رو در چی میبینید؟ سری دویت خانه این از ما محبت مردم ما بسیار همین یک کینو فیلم های هندوگی چخیل همون شب و روزا بسیار مردم به یک احساسات بلند همون کینوهای هندو را تماشا میکردن. با کدام خاطر تماشا میکردن؟ در داخل همون کینو فقط سرودهایی که هم پسر اجرا میشده هم دختر. به همین خاطر مردم ما عشق بسیار در دل خود میپرورند. فکر میکنم که همین دویت تیزتر به دل مردم جو میشود. ما هم همون شب و روز خوشبختانه با همراهی بانو منیژه یک چند سرود اجرا کردیم. ببینید که تا این روز تا این سالها در یاد مردم همین چیزا نقش بسته است. هر نفری که مرا میبینن پرسان میشوند که همین بانو منیژه کجا شد، شما چی با یک سرود نه اون میخونید؟ برای همین خلاصه همین که محبت صمیمی در صحنه اگر اجرایشش خوب باشد این زندگی است. زندگی امروزه مردم ما بسیار یک زندگی عادی، زندگی صمیمی با محبت. برای همین فکر میکنیم که دویت این موفقیتی همون خواننده میشه. بله و یک سرودی هست با نام مکی در گوشه بامی تو بودم و همون لحظه ها این سرود خیلی محبوب بود و حالا هم یکی چخیلی که مشاهده میکنیم هموطنان دوستویان نورسان زمزمه میکنن و میخواستم پیرامونی همین سرود حرف بزنیم. دوستی ما دلاور ظهوریان، ما در همون دانشکده هنرهای زیبا تکرار میکنم با نام استاد میرزا ترسانزاده داخل شدیم. همون سال دلاور ظهوریان هم برادر ما در همونجا میخوند. همون شب و روز بسیار یک موسیقی های موفقانه خودش پیشنهادی تمام هنرمندا کرد. زیاد خواننده ها از اشعار همین برادر میخوندن. بعد همین سرود گوشه بام پیشنهاد شد برای ما. سرود وقتی که ما تنظیم کردیم در خانه رادیو ما میره ثبت کردیم، صدا را ثبت کردیم. خلاصه ما باید همین کار را تمام میکردیم، منتج میشد، همین کار تمام میشد. منیژه پیدا شد. راستی من وقتی که منیژه را در یک محفل همین خیال از دور دیدم، بسیار در دلم آرزو کردم که همین بانو بسیار بانوی بهترینه. اگر همین صدای خوب میداشت، حافظه میشید، البته با همین ممکن بود یک دویت خواندن. اینا ببینید که همون نفس بهترین که بود، همین چیز خودش با خودش پیدا شد. همون لحظه هم منیژه پیدا شد. ما آوازی همون در همین سرود ثبت کردیم. کارگردان آواز شلیکوف وای وقتی که گوش کرد آواز وای چقدر سلوخشان بهترین گوش کرد، گفت که من این آواز صدا رو میمونم میصدرم اینجا. بگذار همین مصرع نیست اونجا، شما اگر همه داشته باشین فقط چیکنم دل حیران ببین. یک چیز یک مصرع کوتاه پیرامون این سرود حرف زدیم و میسازد که همین لحظه یک پاره این سرود را زمزمه کنیم.